خداوندا ما را از شر ملا و آخوند رها کن. شیخ ما را از گناه ترسان مکن، رحمت حق را ز ما پنهان مکن. تو خوری انگور و ما آبش خوریم، هر دو از یک تاک با تابش خوریم. روی سجادت تو گریان میکنی، ست ندامت بهر عصیان میکنی. ما برای جاده افغان میکنیم، خلق خوش با خلق یزدان میکنیم. تو برای جنت و دیدار حور، گشته ای از خالق و مخلوق بدور. از برای حور و جام انتهور، می نمایی ارکی را رایی بگور. به شراب و کوثر و باغ جنان، نه خدا را می شناسی نه جهان. نه شراب و کوثر و باغ جنان، نه بهشت و غرفه های اوریان. می شناسم من خدای خیش را، بی محابا کبریای خیش را. آن خداوندی که باشد ذوالجلال، از گناه ما چرا گردد ملال. او غفور است و رحیم است و کریم است و حلیم. پس چرا داری این قد ترس و بیم؟ ترس تو از تندی اعمال توست، تا قیامت غصه ها دنبال توست. فانتاستیک. مرا به کعبه چی حاجت که 4 دیوار است؟ طواف کعبه من دیدن رخ یار است. مرد بر جمهوری اسلامی. اهل نیویورکی؟ بله، من واشنگتن زندگی میکنم، خبرنگار افغانم. در دیاری که شیخ بر تخت است، مرده نیکبخت و زنده بدبخت است. احسن احسن احسن. عاشقان عشق را رها نکنید، دل از این ماجرا جدا نکنید. پشت ملا و مولوی نروید، پیروی غیر از خدا نکنید. تا خداوند تو غنی باشد، چشم بر جیب اغنیا نکنید. هر قضا میکنی بجا، لیکن دیدن مهر قضا نکنید. غیر درگاه حضرت معشوق قامت خیش را دوتا نکنید. اسیر انتظارم روزها را، ماهها را، سالها را، تا مگر مردی زنی ناخوانده مهمانی به روی چشم من پای گذارد. خدایا کو، خدایا کو، خدایا باز هم نام تو را بردن. به من لعنت، به من لعنت، تو هم دیگر نزار و خسته و مانده در راهی. عبس بر تخت سلطانی عالم خیشتن را خسته می‌داری. حکایت میکنن از تو. آقا میگه بین ملاها خدایا رای دین گم کردم، در میان موج زنبور انگبین گم کردم. از جبین ترش ملا آنقدر بی خود شدم، سجده و سجاده را روی زمین گم کردم. این ملا داره در افغانستان ایران چی حال انداختن؟ راجع به افغانستان صحبت فرمودید. هر دو تا درد مشترک داریم، موضوعات مشترک، فرهنگ مشترک، درد مشترک. ایران و افغانستان در حقیقت یک پارچه.